असली वतन में जन्नतें पुरचा हज़ारों नेमतें, नेकबत हमूद राहतें जन्नत सरासर रहमतें, नेकबत हमूद राहतें जन्नत सरासर रहमतें। बुनगेज गुन अल्लाह है मेरवान व बख्शो के नामा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बरकातुहू। उम्मीद के हर जास्तित द्राव सलामत व सरबुर्जो सोबेमेद राज के शुमा गिंदित मरोची गुनवात यक मेहमान दारन इमेश में शरफदार मेहमान काबुल शारदारी मुआविन या जागीरी नशरात वाजत ही वाजा आमद अली उमरीत मरोची में शुमे दीवान आता व दीवान गुनी वाजा दीमा बरन व पिसर पशमागुशिन के मरोची दीवान बे माउटी या हमें माजर मैश में दोस्त ब्रास और ब्रास उगारी के विमुश में हमपल हमसाग या पाकिस्तान मुल्क हस्तन बेशान बारवा दीवान दे मारो मरी उम्मीद व गमेश शशमा वादे दीवान बरादार अभी के शुमा तागुट सरा गेंदों को चारों बैत रवन गुन वाजा दीवाना बुनगे जकना सलाम अलैकुम जा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बाज़ बरकातुहू। शर्तों के मरोची में लूटगा व वाहगा मन्नत तो हाथ तो बेबलूची दीवानत या को तो बार जरूरत वशालो वशनाम बेतो अजा अल्लाह शमारा वशदारित बाज من نتوارن ششما که مروچین برنامه ترتیب کرتگید من سلام گوشین بشما و به تمام عزیزین چاروکان که مروچی ام توارا ش بلوچین برنامه گوش دارند الله تعالی توفیق دند ا چیزی که ای رضامندیند و خیر و صلاحند مردمانی مشمه و خیر و صلاحند مشمه جامعه ارا به زبان جاری کند बाज़ शर्त وشنام بیت मरुचिन दीवाना बाज लुटम बरादार कनन व बे हमें अनुनिन हालत की मशमे दिमान त हमें पीसरे रूचाने त दिमते रूचाने त अंचुशिन हालत तो दबदेगी मशमे ब्रासुगार की बे मशमे हमसायग हमपलिन मुल्क पाकिस्तानी त व शदीर वादे की उदना ये मशमे ब्रासुगार अवगानी की उदना जिंदगी कन जिंदगी वाजिनन व चीन का पुष्ट उदा ग्वाजिन तगन वली अनुन आ हुकूमत व निज़ाम आवाना पर जोरान सरी दर कुर्ता गलिन तशोती मुल्का बिशी बारा توانت معلومات در سر پیدا مرا چی واسطه بود در مورد این موضوع که مهاجرت به یک مقطع زمانی افغانستان تا باز اوج گرفت و بعضی نشه مردمان شدند به دن نشوتنا به امثال ملکان تا مخصوصا ایران و پاکستان ایش در گشترکی اوج مهاجرت به کمونیستی حکومتانی ظلم و جورانی وقتات و آ وقتا که شدند تو دا بعض شدوست براسان و افغانستان مردمان که پاکستان ملکا شدند آوان باز پجوانی ملک مردم استقبال کردند و آوان جاون پاد دادند و این افغانستان مردم شما وقتی که بودند انچو سرجال مردم نبودند هر جا که بودند گوتی جنده قوت داشتند و کار کردند پا کسی محتاج نبودند چه کسی چیزی نلوٹتگند زحمت کش مردم بودند و آده شدند آبادی آوردند خیر رست چشان بیا ملک و سردگاران و بعضی وقتی را اودا زند گوازندن و متاسفانه بعضی کشوران و شاوان سیاست مداران کشورانیان کوشش کردند به هر زمانه که وتی سیاسی فشاران مهاجرانی طریقه به حکومت وقتا وارد کنند و مروچین موضوعات که افغانستان ملت تا شاهدند چین که بود توان داشته بید توان سیاسی جنبه داشته بید اقتصادی جنبه داشته بید امنیتی جنبه داشته بید خب مشما مرنگ به صورت راگذاری و گذرا این موضوع یک وضاحت دهند تیشند که یکی اودا مشما دارند که تحریک طالبان پاکستان یا بالاخره ما TPP که گوشند ادا جنگا شروع کردند و هر وقت پاکستان واقدار اشرا ملامتی پرینند افغانستان سرا و اسلامی امارت سرا که این ششمه مگا پلا مرزیه بیند بلن هیچ وقت نتوانند اشرا ثابت کنند و نون یہ فکرہ کنند که ما مهاجران افغان لینند شاید که اما سرا کم وسایی بید و یک گمان اشتباهین و دیگه مشما گندن که پاکستان تا فعلا گو اقتصادی زوفا اثر دیگر مواجهند و ای اما ذره اعتبار باز جالو تا و مشکلات دارید
شاید ای گمان اگوتا کند که ما ایشان شده بگل لینند اما سرا کم بار وساتر بید که ایشو اشتباهند چون هر مردمی که ارجا زندگی کند زندگی وازنید به اندازه وتی جنده و ستوانا کار کند مفیدیت دارید پایدک دارید نفع دارید پما ملکا و دیگه موضوعی که هستید گندید که مروچی افغانستان واهنده دارید اگر دیما استعمارت و دا حکومت کرد و افغانستان واهنده نداشت ارچی که ما سیاست منطقی نتند و تی مردمان زریات وان تناوان و دا پیاده کنن مروچی ها شرایط نیند مروچی افغانستان واهنده دارید و یہ واهندی آستون کانا بالا چتا که یہ سردگارا جوڑ کند بنیادی این کارانا جوڑ کند مثل کانال خوشتیپه یا بندانی سرا کار کند و تی اپانا مهار کند اما چین که روز دیمتر مشماوش کتن شما مقاماتانی نمگه گوشتی یکی شمه مهم برنامانیشن که ما و تی اپانا مهار کنن کنترول کنند این موضوع اوانی خلقات هنگه کن گران شی واسطه لوٹن که فشار بیارند به مردمانی سرا و به ذریعه فشار که مردمانی سرا کارند حکومت سرا و امارت سرا فشار بیارند تا یکی شوتی موازیانه پدب کشید تو دست زورید بله اشرا نزانند که اگر امارت سیستم و سیاست و اعتقاد و عقیده و باورن چند چیزی بودن که گم فشار و گو زورا و ترا پدا کشتنند به بر قدرت که امریکا تید گونگو ای ام پیمانن اوانی نیمگا و ترا پدا کشتند وقتی وتی ابر سرا وتی اعتقاد سرا وتی مقصد سرا در مقابل کل دنیا وشتاتن گران در مقابل هم سایگم وتی حقه گرگه واسطه وتی حقه زورگه واسطه پروایی ندارند و جوانی همیشن اما هبر اما پیغام همیشن پاوان که جوان همیشن که وتی آینده سیل کنند و تاریخ دو کشوره که وتی پانا داستند تو دوم سایگ هستند اشرا گوی ظلم و ستم و جور و گوی وده آمیانتر گوشی نامردیان خراب ما کنند تایی که مردمی که شاش کاکایند به عزت و به احترام بیایند اوانی مال و دارایی که اوانی شرعی و شخصی متاع و دنیا و دارایی که او دا گوتی رنج و زحمت که کشتگند اوان به دست آوردن اوانش اوان گردینند سلوک که آباد کرده دیگر و کشاورزی که داشته این مدچانه به راجستان هیچی که اوانی وجوه نقدی آنها حتی شوان بره گردینند یک چیزی که رسانانی تا که گوشند 50,000 کالدار اجازه اند که گوت بیارند و گیشتر شیشی یک چهار دهند ایش بعض یک بینصافی نبره و تاریخ تا پاوان یک بدنامی یمانید گرچه نون اوانی تاریخ نو کند و به قرن نرسید بل شاید ادامه پیدا کند و آینده اوانی نسل شی وره برخوردن 100% انشالله شرمنده بند اشرا متوجه بند و باید اشرا بزانند که وتی تاریخ خراب مکنند انچش په زوران سری در کورتن ایش گو هیچ یکش معیارات انسانی ان برابر نکت ای وره در کنک چه برسید که به معیارات اسلامی ان مش مبلوتن را برابر کنند گلنتین است په جانی په په شرف و په عزت بید اوان وقت دن په تپلان وقتش ماره وقت استید بعد وتی هر چی دارایی شخصی که دارد ایشان گوت زورت برد بیوتی ملکا و آ چیزی که برگی نوند چوندگار و گس و ایشانیا اوان امدا پیوتی دلای میل با کنت انو چیزی ارزانتر یا گرانتر مقصد با کنت په عزت و شرف برید تایی که همیشانه یک خوشن خاطره بیت شاسردگار عمر راو دا گوازنتن آخر پوشی در بیان شامل که تا جوانی همیشند مگر من نزانین که اوان سیاست مدار سیاست تجاه چی وانتگند چی به اوان گوشه گوتا که ای ود خرابیه وتی سرا کنند یک مثل بلوچی تا مشما دارند شید که مرغ اگر پیشکانده جند آکا وتی سرا ریچید انوی وقت گوزند ای سکیه گوزند اشرا دنیا بزند که افغانستان اگر چندین دهه به سکیتا و به سوریتا گوازند شمروچی به بعد ای آبادی روز شروع بودند و هر کسی اگر جوان برخورده کرده بید گوی مردمان گوی ملکا انشالله وتی جوانی آگندید و هر کسی که اگر بدن برخورده کرده بید پای ندامت و پشیمانی مانید بعض شرطان میباره مرا سرپدی داتید دیگه جست منی همیشن تا و حزیزن چارو کنی فکر ریالیت همیشن که انون بمی سردی موسومه پس لازمستانه و سردی که مشما هستم امارت اسلامی با ای براسوگوارانه که شادنه کاوند چی کرته و چی کرته کنت بیشی باره سرپیدید امارت اسلامی مشما زانند که یک نظام و یک سیستم که ای مزن و رهبر شمه ملت جنده اند هیچ دیگه کشور تا و دا تربیت نبودند که نون بیایند تا حاکم بیند و دواره گوتی بارو بونگا بندن تو براوند چیزی که مشما تجربه کرتان شدیمتر وقتان امارت اسلامی واقدار گون تمام مشکلات مردمانیان آشناند و به هر موضوع تا وطرا مسئول زانند
يعني بالتمام موضوع مشكلات بيد مش ما تشين كوقت ديم ترى هراتي تا يك زنزلة جرا شاهدة مش ما ديستن كم مقامات يعني ملا عبد الغني برادر حفظه الله بما أولين روشاني ترى هذا قلت شوت وده مردماني بهنا دا وشتات مردمانی دردا است کرد برنامه پاوان ترتیب دادن سیستم جور کردن که کمک که کایند چون مردمانی منجینا تقسیم بیند و تو المقامات شدند مولانا عبدالرشید صاحب کابلی شاروال یک کمک کابلی مردمان و کارمندان شاروالی نزارت و چین کس باری موتر ایتایشان بار کردن برتن و دا چین کس میلیون نقدی زر شده برتن تو دا بیا مردم رسیدن به تمام بخشانی تا و مشکلاتانی تا افغانستان و اقدار وقتی مردمانی پانا دا همیشه وشتاتند و ادام زی پم اداره یک درخواست هات رهبری شاروالی نمیگه که شما چین که نفر باید که شوتی اداره پس ثبت کنه که مهاجرین که شودا کایند بر اساس مشکلات امنیتی و همچنان اوانی حفظ هویت واسطه اوان باید ثبت بیند شه اداره رنگ انجینران شده شاروالی برتن قریب 40 نفر تاناش یک شاروالی کابلیه او دا مردم مسلکی مرتق بود که بخش انجینری که گسی جوړه کنند اگر دست نماز جای جوړه کنند یا دیگه چیز جوړه کنند شاروالی نمیگه او دا برته بود و تمام وزارت تن مردم برته بودن او دا که بیا مردمان خدمت کنند و اوانی مشکلاتانا حل کنند پاوان جاون پاد برابر بوده پاوان موتر دولتیین و امیرنگ سکتور خصوصیه موتر گره گوته که اوان هر کجا میره به ما جاون پادی که وقت گوشند یا پاوان امارت نمیگه ترتیب بوده به مودا برند تو اوان جابجا کنند پاوان نان ترتیب بیت و دا پاوان جاون پاد جوړه بیت پاوان مودا خیمه و به حساب اندو جا جوړه پاوان جاون پاد برابر کنند و او دا الحمدلله تمام چیزی که ما نگوشند که شرایط طوری که او دا هیچ مشکلی وجود نداره هرچی که پهلا نظام بله به ما وسوا حدی که وسوا کبیت به ما حدا به نحو احسن اشاره امارت ثابت کرده که وقتی مردمانی پانا دا وشتاتا و شاوان پلامرزی کن به هر لحظه و به هر نوع مشکلی ان شاء الله باز شالتم خوشنام بده دیگه سرپدی ما را دید که امی باوتو مهاجرت ششمه چه منظره چونی کاری است بباره مرا مهاجرت مشما اگر دیمش اسلام نظر پرینند آ وقت هم بوده بله باز کمتر اما چیزایی که مهاجرت هایی که مدونن تو ثبت بوده گن به اسلامی تاریخ تا زمانی که یک جای جور و ستم بید و زند و دسک بید مردم اول تا یک جای کوشش کنند اوانی که واقع هستی که ما ظلم دیما بوشتند و آی که واقعش کمترند یا شرایط توانی یا مشرایط تقاضا کند اگر مهاجرت کنند به صدر اسلام یک تعدادش صحابان مهاجر بودند و شدند به دیگه ملکی و او دا نجاشی یاد شدند و او دا وقتی مشکلات آن گوشتن که ما بر اساس رنگین سکی و سوری و مشکلات آتگند که یک وقت را شوتی عمره ادب گوازینند آشوان استقبال کرد دواره که فشار و مشکلات و سکی و سوری باز بودند رسول صلی الله علیه وسلم گونگو بازینش صحابان شمکه مکرمه شدند به مدینه منوره و او دا جاون پاد گفتند یکیشون که شدند به دن ملکی تا که صحابه که شدند دواره برگشتن و بیوتی جنده ملکی تا یعنی سرزمین حجاز تا شمکه مکرمه شدند به مدینه منوره او دا آبادی جوړ کردند گوره مشما شده نتیجه گرند که دو وڑه مهاجرت مشما دارند که یک کرانو نگوشند که بیجا شده بیجا بوده کسی شوتی جا بیجا بوده بیوتی جنده ملکی تا و دیگری که به دیگه وطن تا مهاجرت تکند انون کسانی که مهاجرت تکنند به دیگه ملکی تا دوارک برگردند مروچی بید بانده بید پوشی بید هر روچی بید بیوتی ملکی تا برگردند بله کسانی بعضی وقتا پیش کرد که بیوتی جنده ملکی تا مردم مهاجر بید به هر صورت مهاجرت یک قدمت دیرینه دارید قدیمی وقتا مهاجرت بوتید و به مچ وقتانی تا این مهاجرت به تاریخ تا ثبت بوده و برخورده که او دا انصار گو مهاجر نکنند عام ثبت بید به تاریخ تا و ای انسان روند مثال بلوچیت مشما دارن گوشید بنیادم مرکه جرا ورتا یا علا په مرگ ورتا یعنی به معنی که هیچ بنیادم به دنیا تا قیامت تا زندگ نه مچ مرن تو روند بله وشین نام و بدین نام همیشه امانید و انصارانی نام
صدر اسلام تروچ مروچی به تاریخ تا منتید و اگر مروچی یبرش مهاجران بید صحابه که مکه مکرمه آتن به مدینه منوره اوانیات مشمه دل تاکید و فکر تاکید و اگر انصار نامه گرگ بید انصاری کسانی که شان نصرت کرتند ایشان وتی پانادا جا داتند وتی گسانه گوشان تقسیم کرتند وتی نانا گوشان تقسیم کرتند اوانی یات دلانی تا زندگی بید و مشما گوشند که الله تعالی شوان راضی بید و مروچی چه پاکستان مردمن چه پاکستان حکومتن اگر نیکن برخورده کنند گو مهاجران هم آینده مردم آوان قضاوت تکنند و اگر بدن برخورده کنند هم آینده مردم آوان قضاوت تکنند بازو شرطن مشما چی کرده کنن مشما پیوتی براسوگاری که شاید نکاوند ایس کیو سوری کاوند دیمات و دیپدی منگوان مشما به امدواری و تیا اموتنی گوان چی کرده کنه پون رسول صلی الله علیه وسلم حدیث تا فرمایش کند که هر گجام یکیش انسانن به اندازه وس و توان ود در مقابل وت و وتی مردم و وتی جامعه مسئولیت دارن و مشمه مسئولیت یشن که اندازه که مشمه طاقت و توان و قدرتند به ما اندازه گوتی مهاجر امراسان همکاری کنند اگر جای دارند آوان جا دهند وتی پانا دا اگر نان دارند بیاوان نان برسینند اگر پچ و پوش دارند بیاوان پچ و پوش برسینند به خاطر که مروچی شوتی وطن دور بودند و مروچی به یک حالت سرگردانی تا قرار دارند و مشمه وظیفه و مسئولیت همیشند که هر چیزی که مشمه وسو توان بید یه چیزی را مشمه مشخص نتوانن کنن که تانکا وان پوچ دین تانکا پاوان کوش بیارن تانکا وان چی دین هر چیزی که مشمه وسو توان بید امایره باید گواب براسان مشمه وتیان همکاری اب کنند تا ای که احساس تنهایی مکنند یکی و دوم به سکین شرایطی که زمستان دیمایند وقت شوتی جا بیجا بودند تو آتان به سردگارا که بودی جنده ملکو گسا اذا باید گسواوند کسانی که گسه تانشتند آوانا پوت بار حساب مکنند آوانا میمان ودا پلامرزی کنند میمان ودا شوان استقبال کنند و چو یک میمانی که دوستی که مش میگه ساکت امارنگو یک پاچین پیشانی شوان استقبال کنند تو انشالله گوانا همدردی کنند گرد سره شما پیغام پا عزیزین براسوگاری کمی دمو کترا بلوچی دیوانه مشمه چارند شما پیغام پانچی تا پیغام همیشن به ادامه همیه برانیا که این روچ رواگیند و مهاجرت مروچی اگر آبراسانی سرای سکی و سوری آتید مشما اگر شاوان حمایت مکنند گوان همکاری مکنند الله تعالی قدرت تا دارید که شی سکتین روچ مشمه سرا بیارید و جوان همیشند که اگر یک کس سیاد و قوم ایدا انتو دیگه سیادی شاش که مهاجر بود و آتید دا اول سرا ای وظیفه و مسئولیتن که آیرا گو یک پاچین پیشانی استقبال کند آیرا جادند و تیپانا دا و گورم تمام کسانی که به یک جغرافیای به نام افغانستان تا زندگی کنند مچ مسئولیت دارند که باید شاوتی مهاجر امراسان به هر طریقی که اوانی وسو توانند باید که پلامرزی کنند اگر باز نبید حداقل کمین چیز یک داوگانی که وتی زاگا دند که یک چیزی پوت گیت امارا مروچ وتی زاگا آمدند به ما نهاده که کمک کن نزدکارند په مهاجران به مای امارا تسلیم کند باز او چندین داوگانی که جنبین مزن انذار بیند اما پت که جنب بید دریاب جوړه بید نه امیش جنب بیند گوت شان نظرن تو بیاوام رسنند امیش را هر گوجام یک کی تواند و به هر اندازه که الله تعالی مشمار استطاعت داته و توانایی داته به من اندازه مشما سوجا کند شی نعمتان اگر به سکی روچا مشما مسلمانانی دادا مرسند آسانی سکترین روچ ششان مشما دیما دارند که روچه تاش مشما آسانی که دارند سوجا بید گوره جوان همیشند که انشالله وتی شرعی و وتی ملی و وتی انسانی مسئولیت مچن مسلمان به ما جوانین طریقه انشالله ادا کنند بعضو شرطن که مروچه ملوٹگا منت تو حاتت بیوتی جنده بلوچین دیوان کو تو بار زورت تو به باوٹی و مهاجرن بارا مارا سرپدی داتت باز وشال هستن که ای دیوانش می جنده دیوانه تو برادر بو گوشما وشال و وشنام بتواجه منم باز وشالون که مروچی واره ما سرود که گون عزیزن چاروکان و گوشما هم کلام بین و الله تعالی چیزی که گوشک بود کوتاهیان و تقصیراتن مرا معاف کند و بخیر و قوت نکاتن اول منا و مشمار و گرد تمام مشمه مردمان توفیق عمل نصیب کند منتو ششما وشنامت الله شمساتم عزیزین گلن چاروکان باز وشال سون کتی دمو کترا وتی بلوچی دیوان و پریاما گندو کو چارو کو دیت
باز سرپدی جوانین داتک بوشی واجه نیمگا باز وشال هستن که دیوان برادر بود و میهمیت و حق شاه حکومت و نظام اسلامی همیشه انت که همان کوتی پلامرزی هم داشتگ به هر باران تا به زلزله گنبارا بیاس مردمی که سیل آوانگی سجانب خراب کرتا و بینونین ماجر و براس و دوست و براس و واری که شاه هم پل ملکان هم ساگنا مشمیا کاوانت دنا و تجنده ملکا گوناوانتی پلامرزیان مدام داشتگ بید. ای واجه مشمع دیوان برادر کرد و باز وشار سنگوشما وقت وادا به گرد سرستا وشمع دیوان گوشو کو دیما برو کلی بلوچتون تابان دیوان و تا دیگر پریامی که بشوه لوگو میتا کاین از مروچین همه دورین زاد شمع ساتوک